هرچی از این شاهکار دست مهندسین چینی براتون بگم باز هم کمه. چینی ها در نزدیکی رودخانه دادونگ سرگرم ساخت و ساز بودند، پس به اجبار باید هزاران درخت رو سلاخی می کردند تا مصالح و بار رو به اونجا برسونند. ولی چون مثل مسئولین خودمون دلسوز و به فکر محیط زیست بودند، اومدند و این پل برگ ریزون که فاقد اسکله و کابل اقامتیه رو ساختند تا درخت کمتری آسیب ببینه. دمشون گرم. این پل که در ارتفاع 300 متری روی رودخانه دادونگ ساخته شده، 245 متر طول و 3.8 متر عرض داره و فقط با 4 طناب کشش افقی فولادی روی هواست و قادر وزن باری معادل 45 تن رو تحمل کنه. اگر به این دسته از مطالب و دانستنی های جهان علاقه مندی، وارد پیج دانستنی استارز شو.